حواسمون باشه، حواستون باشه، من و شما مسئولیم، به خدا قسم باید جواب بدیم در مورد حق امام وقت. یعنی اون دنیا خیرمونو میگیرن میگن برای امام زمان چی کار کردیم. آقای شجاعی از سخنرانان مهدوی دوست عزیز بنده، ایشون در من یه مسئله دارد، ایشون روحانی هم هست، یعنی درس حوزه کامل خونده، درس خارج علما شرکت میکنه ایشون، اما کچل داریم استاد دانشگاه مبلغ خارج از کشوره، روز مهدویت زحمت خیلی کشیده، علل خصوص توی بحث معرفت موزه. سخنرانیشون گوش کنید، تمام شد بودیم خدمتتون عرض میکنم. ایشون میگفت من خواب دیدم مردم، بعد از جنگ هم بوده، 8 سال جنگ هم بوده دیگه، آدم را شروع کنه ها، 8 سال جنگ هم بوده دیگه. میگه بعد من خواب دیدم مردم، صحنه محشره. بعد به من اینجوری جایی گفت، من اصلا مؤسسش میگفتش که رای توی خواب حجت نیست و من میام خودم گفت اما این برای خود من که حجته، هیچی برای تو هم حجته. یعنی خواب خودشونی گفتم و برای تو هم حجته. من گفتم حالا چیه خواب چیه؟ میگو خوابم مردم، صحنه محشره، یه فرشته‌ای عجیب غریب اینا بودن بد شکلن، همینجوری یلخی همه رو داره میزن ته جهنم، فلیه‌ای انگار اینکه بولدزر بیل داشته باشه همه رو ته، یه درهی بود بعد میدیدی چه شکلی بود. بعد من گفتم خب باشه، درس دین خوندیم، درس دانشگاه خوندیم، 8 سالم رفتیم جنگیدیم، با ما چه کاری ندارم الحمدلله. میگه بیله رو گرفت سمت ما، آقا میگه نه ما هم داریم میگیم تمام من رفتم درک توی برد، آقا گریه زاری میگه تو اونجا متوسل شدم به امام حسین، نگاه کردم اشکم سرازی شد، یه مکسی کردم نه گفتم فعلا با این کار نمیشه یادم نمید. بعد گفتم آقا داستان چیه؟ میگه یکیشون اومد از اونه که حساب کتاب میکنه پرونده رو داشت بهم، گفت کارهای مثبتی که کردی اینه بره بکن. یه ورق میدم هیچی توش. گفتم من این همه کار کردم، گفت اونا رو ول کنه چشت گفت دندت نه، جنگ بوده وظیفت بوده بری دفاع کنه وطن، نماز خوندی وظیفت بوده نماز بخونی، رفتی کسب علم کردی وظیفت بوده چی؟ چشت گفت دندت نه، وظیفت دین تو بشناسی. گفت اینجا سوال اینه برای امام زمان چه نکن کرد؟ میگه نگاه کردم پروندم خالی خالی، ایشون از خواب بیدارش میشه آقای شکر که دیگه میشه آدم چی؟ تو بحث مهدوی، یعنی در مورد حق امام زمان، حق مالیش که تو جیبتون، حق زمانی که چقدر وقت میذارید در ایشون، برای شناخت ایشون، معرفت ایشون، حقی که در مورد شیعیان امام زمان میذارید. ناظر ببینید خدا رو بر خودمون. من اعتقاد دارم یه حرف هست توی اسلام همه چی رو طرف میگه رفت آیت الله بهزاد گفتش که آقا یه کتاب اخلاقی معرفی کنه، اون لازمه همه یه جمله همه یه کلمه چی؟ خدا میبینه، خدا میبینه. اینو مثال زدم، شیشه رفلکس دیدی؟ یه جایی بودیم یه خونه دو طبقه مستاجر بودیم، ما طبقه پایین بود ساختمون طبقه بالا. این بنده خدا اومد توی چیز حیاط، من تو آشپزخونه وایساده بودم، آشپزخونه مثلا طبقه شیشه رفلکس بود، این دستش تو دماغش همه جا رو کثافت کشید در و دیوار. بعد اونجا یه چیزی رو فهمیدم، من اونو میدیدم اما اون منو نمیدید، به گمان این چه کسی نمیدیدش داشت کثافت کاری میکرد. چه کثافت کاری ها ما کردیم. فراموش نکنید شیشه رفلکس که خدا میبینه، امام زمان میبینه. امیدش به من چند تا آدم، من کل زمین 7 میلیاردی چند تا شیعه دارم، این هم خراب کرد، یه قول داده بود نه جلو چش بقیه قول داده، اونا رو تنها شد میسنسیجه. زندگی درست میشه، سبک زندگی درست میشه، تو پا شبکه ماهوارایی باشی، اصلا شبکه مستقر هم باشه، هیچ کس هم نباشه، این خدا داره میبینه خوابشش کنه. داستان اینجاست، خدا میبینه که خدا میبینه.